این دیزاین یاد بگیری با من همراه باش. ابتدا 2 مسبی یا موی 2 سربازتون رو به 3 دسته مساوی تقسیم میکنید و یک بافت ساده به زیر میزنید. 2 الی 3 سانت که بافتین، یکی از بافت ها رو از گوشه به بیرون میکشید و دوباره 2 الی 3 سانت میبافید. دوباره یکی دیگر رو از گوشه به بیرون میکشید. این کار رو میتونید تا انتها انجام بدید. این دیزاین رو روسی ها برای ست هاشون استفاده میکنن، ولی شما میتونید توی 2 مسبی یا حتی سوسکی های جلو سر برای مشتریاتون انجام بدید. مرسی که این پست رو لایک میکنی.